سلام، امروز میخوایم با هم دیگه مجموعه تمرینات کوتاه برای پایین تنه رو داشته باشیم. برای تمرینات امروز میتونید خیلی راحت روی یک صندلی یا نیمکت بشینید. سعی کنید ارتفاع صندلیتون خیلی بلند نباشه و خیلی هم کوتاه نباشه. تو وضعیت راحت بشینیم، آگاهی رو بدیم به کف پا. کف پاتون رو کامل روی زمین قرار بدید. حالا انگشتای شست رو به زمین فشار بدیم. 4 انگشت دیگر رو به سمت بالا بکشیم و رها. دوباره شست ها به سمت زمین فشار و 4 انگشت رها. اگر انجام دادن این کار براتون سخته، میتونید اوایل از دستتون برای نگه داشتن شست کمک بگیرید. با دستتون شست پا رو نگه دارید، 4 انگشت رو کامل بکشید بالا و رها کنید. این کار خیلی کمک میکنه به تقویت فاشیه کف پا و بسیار برای سلامت زانوها کمک کننده هست. تمرین رو یک بار دیگه ادامه بدیم و آزاد. حالا برعکس 4 تا انگشت رو بذاریم روی زمین و 60 تا رو به سمت بالا بکشیم. آزاد و رها. دوباره 4 انگشت پایین، 60 تا به سمت بالا و آزاد. یک بار دیگه. مرسی. رها کن. حالا آروم پا رو بیار روی پاشنه و آزاد. پای بعدی. سعی کن وقتی این کار رو انجام میدی به ماکسیموم کشش برسونی. انگار میخوای انگشت شست پات رو به ساق پات کامل نزدیک کنی. انقدر این رو زیاد انجام بده که به اون کشش برسی. حالا 2 تا پا رو با هم بکش، نگهدار، یک دم، یک بازدم و آزاد. حالا پا رو آرام مهره به مهره، انگار کف پات مهره داره مثل ستون فقراتت. لحظه به لحظه بذار روی زمین و کامل بیار روی پنجه. دوباره آرام کامل پایین بیار روی پاشنه. کامل بذار روی زمین و پنجه. یک بار دیگه این کار رو نقطه به نقطه انجام بده. انگار میخوای قشنگ کف پات همه جای کف پات زمین رو لمس کنه و آزاد. مرسی. حالا آروم یک پا رو صاف کن به سمت جلو. توی همین وضعیتی که هستی تلاش کن انگار میخوای شست پات رو به زمین برسونی. ممکنه نرسه. برای اینکه بخوای شست پا رو برسونی لگنت رو کج نکن اینجوری که بخوای شست پا رو برسونی، یا پا رو به سمت داخل و خارج متمایل نکن. اگه شست رسید، اگه نرسید تو ماکسیموم کشش رو داشته باش. در عین حال آگاهی رو بده به زانو که زانوت صاف بمونه. حالا برعکس انگشتا رو به سمت صورتت نزدیک کن. زانو همچنان صافه. کشش پشت پا رو احساس کن. دوباره آرام پنجه پا و پاشنه. یک بار دیگه پنجه، پاشنه، آرام یک زانو رو خم کن. برو پای بعدی. پنجه، پاشنه. قشنگ کشش رو احساس کن. اینجا داری روی پا رو میکشی بدون اینکه زانوت خم بشه و اینجا داری پشت پا رو میکشی و تا جایی که میتونی زانوها رو به سمت زمین داری فشار میدی. یه بار دیگه پنجه و پاشنه و آزاد. حالا 2 تا پا رو همزمان صاف کن. 2 تا انگشت ها رو بکش و 2 تا پاشنه ها رو روی زمین بذار. دوباره پنجه، پاشنه، پوینت، فلکس و زانوها رو به زمین فشار بده. نگهدار. مرسی. آرام یه زانو رو خم کن. یک پا رو آرام به سمت بالا بکش با همین وضعیت و بیارش به سمت پایین. ترجیح اینه این پا تا جایی بیاد بالا که 2 تا ران مساوی هم بشه، ولی اگر برات سخته تا جایی که مقدوره برات بیار بالا. اگر میتونی به پای دیگه برسونی بیارش بالا. اگر برات سخته تا هر ارتفاعی که برات ممکنه بیارش بالا. بیار بالا و آرام به سمت پایین. وقتی پا رو میاری بالا آگاهی رو بده به ستون فقراتت که ستون فقراتت گرد نشه. وقتی که داری پا رو میاری به سمت بالا اینجوری پشتت رو گرد نکن. برای اینکه بخوای پا رو بکشی بالا پشتت رو صاف نگه دار. حالا پا تا جایی که میتونه بیاد بالا میاد بالا. آرام پا رو بذار روی زمین. پای بعدی کشیده بکش به سمت بالا. پا فلکسه، انگار داری پشت پا رو میکشی. بیار به سمت پایین. همه توجهت هست به ستون فقراتت که وقتی پا میاد بالا پشتت گرد نشه. میتونی دستات رو 2 طرفت بذاری روی زمین که به صاف بودن پشتت حتی بیشتر هم کمک کنی. دوباره دیگه بیار به سمت بالا. آرام پایین. یک بار دیگه بالا. بذار پایین و زانو رو خم کن. مرسی. مکس. 2 تا پا رو جلو نگهدار همچنان که بود و کمی به سمت جلو بکش. همچنان زانوهام خمه ولی دیگه زاویه هم 90 درجه نیست. کمی پا رو به سمت جلو بدیم. نگهش دار.
حالا آگاهی رو بده به زانوهات. قرار زانوها رو از همدیگه دور کنی، نگهش داری و آرام برگردونی سر جاش. آرام دورش کن، برگردون سر جاش. وقتی که داری زانوها رو دور میکنی کف پا ترجیحاً روی زمین بمونه، یعنی پاهات رو اینجوری دور نکن که کف پا جداشه. زانوها رو دور کن ولی همه توجهت رو بده به کف پات که کف پات از زمین جدا نشه. برگردون. یک بار دیگه دورش کن، برگردون. حالا دور نگه دار. مرسی. از همینجا پای راست رو بکش به سمت بالا، بذار پایین. پای چپ رو بکش بالا، بذار پایین. دوباره پای راست، پای چپ. یک بار دیگه هر پا رو برو. پای راست، پای چپ، بذار پایین و پا رو جمع کن. حالا پاها رو بیار به سمت دوباره خودت نزدیک کن طوری که زاویه زانوت دوباره جمع بشه تو زاویه 90 درجه. این بار پا رو تو وضعیت صاف و جلوی بدنت بیار به سمت بالا و بذار سر جاش. بیار بالا، بذار سر جاش. حالا بکش بالا، همین بالا پا رو صاف و خمش کن. صاف و خم. یک بار دیگه، یه بار آخر و پای بعدی بکش بالا پایین. اول زانو خم میاد بالا، زانو خم هم میره پایین. میتونی دستات رو بذاری پشتت برای اینکه ستون فقراتت صاف باقی بمونه. خم بالا نگه دار. همینجا پا رو صاف و خم کن. صاف و خم. یک بار دیگه و آزاد. پا رو بذار پایین. حالا قراره آروم پا رو ببری به سمت پهلو. یک پا کاملا جلو میمونه، تنه به سمت جلوه و یک پا به سمت پهلوه. آرام پا رو صاف کن. همینجا پهلو. اگر صندلی دسته داره بهتر بیای لبه صندلی بشینی که بتونی پا رو آرام صاف کنی. توی همین وضعیتی که هست دوباره پا رو فلکس و پوینت کن. دستات رو میتونی این بار جلوی بدنت بذاری برای اینکه قشنگ ستون فقراتت صاف بمونه. پهلو، دم و بازدم. پا رو فلکس نگه دار. حالا دستا رو بذار کنار گوشت. میتونی جلوی سینه نگه داری اگر بالا نگه داشتن دست برات سخته. برو به سمت پا و آرام بیا بالا. برو پهلو، نرم بیا بالا. یک بار دیگه برو پهلو، بیا بالا نگه دار. حالا توی همین وضعیتی که هستی تا جایی که میتونی انگشت پا رو بیشتر به سمت صورتت نزدیک کن و زانوت رو ماکسیموم جایی که میتونی به زمین فشار بده. پا رو آزاد کن و برگردون به سمت روبرو. برو پای بعدی رو ببر به سمت پهلو و آرام صافش کن. توجه تو بده به پایی که جلو هست. پایی که جلو هست ول نمیشه، سینه به سمت پهلو نمیچرخه. قشنگ سینه رو جلو نگه دار. اول پا رو فلکس و پوینت کن. دستا رو میتونی باز جلوی بدنت روی صندلی بذاری برای اینکه ستون فقراتت صاف بمونه. پوینت و فلکس، پوینت و فلکس. پا رو فلکس نگه دار. دستا رو بذار پس سرت. آروم برو به سمت پهلو. نرم بیا بالا. برو پهلو، بیا بالا. برو پهلو، بیا بالا. کشیده نگه دار. حالا پا رو ماکسیموم جایی که میتونی فلکس کن و زانوت رو به زمین فشار بده. حس کن کشش پشت پات رو و آزاد. پا رو جمع کن، نگهش دار. توی همین حالتی که هستی میخوام بیایی تا جایی که میتونی لبه صندلیت. پات رو هم کمی بیار به سمت جلو، نگه دار. حالا آگاهی رو بده به کف پاها. کف پاهات رو آرام روی زمین نگه دار. همه انگشتات رو بکش به سمت بالا. کشش کف پات رو یک بار دیگه حسش کن. حالا با همین وضعیت پا رو بکش بالا، ضربه بزن. 3 4 5 6. کف پام به همون صورت کشیده است. 9 10. برو پای بعدی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و آرام پا رو بذار روی زمین. کف پاهات رو نگهدار کامل. انگشتای پات رو تا جایی که میتونی از هم باز کن، کامل روی زمین نگهش دار. چند تا دم و بازدم. حالا روی رانت رو کامل منقبض کن. با یک دم و بازدم یک دفعه رهاش کن. دوباره یک انقباض کلی و آزاد. بار آخر یک انقباض و آزاد. موفق باشی دوست خوبم. با این تمرینای ساده میتونی سلامت زانوها و کف پات رو تضمین کنی.
موفق باشید. موفق باشید رو دوبار گفتم.